تاریخ پر از وقایع عجیبه که کمتر کسی دربارش شنیده. اینم چند تا از عجیبترین و کمتر شناخته شده ترین وقایع تاریخی. اولیش جنگ 33 دقیقه‌ای، کوتاه‌ترین جنگ ثبت شده تاریخ که بین پادشاهی زنگبار و امپراتوری بریتانیا اتفاق افتاد. و جالب این که فقط 33 دقیقه طول کشید. حالا نتیجهش چی بود؟ زنگبار شکست خورد و یه پادشاه دست نشانده انگلیسی سر کار اومد. دومیش نبرد حیوانات تو جنگ جهانی دومه. تو جنگ جهانی دوم لهستانی‌ها یه خرس به اسم دوویتک رو به عنوان سرباز رسمی ثبت کردن. حالا کارش چی بود؟ این خرس مهمات حمل کرد و جبهه حضور داشت. جالب اینه که حتی حقوق میگرفت و غذای سهمیه‌ای داشت. سومی حمله ارتش ناپلئون به خودش. یه بار ناپلئون خواست ارتش رو غافلگیر کنه که سرزده وارد اردوگاهش شد. سربازا که فکر کردن دشمنه بهش حمله کردن. ناپلئون مجبور شد فرار کنه تا کشته نشه. چهارمی شهر بدون مرگ تو نروژه. اسم این شهر لانگربینه. تو این شهر مردن قانونا ممنوعه، چون هوا خیلی سرد و جسدها نمیپوسن. بیماری‌ها منتقل میشن. مردم باید قبل مرگ شهر رو ترک کنن. پنجمیش پاپ زنه. تو قرون وسطا طبق یه افسانه تاریخی یه زن با نام مستعار ژان تونست خودش رو به عنوان مرد جا بزنه و پاپ بشه. اما وقتی در حال اجرای مراسم بود زایمان کرد و رازش افشا شد. ششمیش دادگاه رسمی برای حیواناته. تو قرون وسطا حیوانات مثل خوک و گاو و حتی موش به خاطر جنایتشون محاکمه می شدن. مثلا یه خوک به خاطر حمله به کودک دادگاهی شد و بعدش اعدام شد. هفتمی شهر گمشده هراکلیون زیر آبه. تا سال 2000 کسی فکر نمی‌کرد شهر افسانه‌ای هراکلیون واقعا وجود داشته باشه. اما باستانشناسان اون رو زیر آب‌های مصر پیدا کردن. کلی مجسمه و معبد سالم مونده بودن. هشتمی حمله واقعی به کاخ با چاقوی نونبریه. تو سال 1840 یه مرد با چاقوی مخصوص نونبری به ملکه ویکتوریا حمله کرد. خوشبختانه ملکه آسیبی ندید ولی این ماجرا کلی مردم رو شوکه کرد. نهمی دانشمند دیوونه‌ای که خودش رو آزمایش کرد. بری مارشال پزشک استرالیایی برای ثابت کردن اینکه باکتری باعث زخم معده میشه خودش باکتری خورد. مریض شد، بعدش درمان کرد تا ثابت کنه حق با اونه. دهمی شاهی که از تاج پادشاهی فرار کرد. شاه ادوارد هشتم بریتانیا تنها کسی بود که به خاطر عشقش به یه زن مطلقه آمریکایی که اسمش والیس بود از پادشاهی استفاده داد، چون کلیسا و سیاستمدارا با ازدواجش مخالفت کرده بودن.